پس از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یارانش دستور داد تا مکه را به مقصد یثرب ترک گویند، صحابه آن حضرت یکی پس از دیگری به صورت مخفیانه به تنهایی یا همراه با خانواده خود هر آنچه از مال و ثروتش که امکان داشت با خود ببرد را برداشته به سوی یثرب حرکت کردند. مشرکان مکه تلاش‌های بسیار به خرج دادند تا مانع مهاجرت یاران نبی رحمت علیه السلام شوند. تمام تلاش‌های کافران نقش بر آب شد. اکثریت افرادی که قریش به اسلامشان بو برده بود الان در یثرب مستقر شده بودند. تعداد بسیار زیادی از جوانانی که خانواده‌هایشان از ایمان آوردنشان مطلع نبودند نیز از مکه ناپدید شده به برادران مؤمن خود در یثرب پیوستند. مشرکان مکه به خوبی درک می کردند که وجود مسلمانان در کنار اوسیها و خزرجیها باعث همدلی و همبستگی این دو قبیله‌ای که سالها با هم پدرکشتگی داشتند خواهد شد و آن فضای گلالودی که سودجویان و جاه طلبان مکه چون یهود از آن سوء استفاده می کنند از بین خواهد رفت. شهر مدینه منوره از موقعیت جغرافیایی حائز اهمیت برای تجارت مکه برخوردار بود. این شهر در مسیر کاروانهای مکه به سوی شام قرار داشت. بیش از 250,000 سکه طلا سرمایه بازرگانان قریش بود که سالانه در این مسیر حرکت می کرد و این مقدار بغیر از سرمایه های مشترک قریشیان با اهل طائف بود که آن نیز باید از این مسیر می گذشت. مهاجران مسلمانی که مشرکان قریش خانه و کاشانه و مال و ثروت آنها را تصاحب کرده بودند با انواع آزار و شکنجه ها عرصه زندگی را بر آنها تنگ ساخته بودند، اکنون در کنار دو قبیله نیرومند یثربی می توانند مایه دردسر شدید برای قریشیان باشند. آنها به سادگی قادر خواهند بود با بستن راه‌های تجارتی لطمه بسیار محکم بر اقتصاد مکه وارد کرده مکه را از هر نظر تحت فشار قرار دهند. وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه باعث شده بود مشرکان قریش توپ را در میدان خود احساس کنند. آنها شخصیت کاریزمایی و تأثیرگذار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را سبب جذب نیرو و به حرکت درآوردن پیروانش می دانستند و گمان می بردند اگر محمد از یارانش به دور باشد آنها حداقل به خاطر حفظ جان رهبرشان از هر گونه حرکتی که مکه را تحریک کند دوری خواهند کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه و در میان قریشیان بود. جز تعداد بسیار اندکی از یارانش چون ابوبکر و علی که به دستور خود آن حضرت تا این لحظه در شهر مانده بودند و افرادی که در زندانهای قریش به سر می بردند تقریباً کس دیگری در شهر نمانده بود. با این وجود کابوس فروپاشی اقتصادی خواب را از چشمان سران قریش ربوده بود. در این اجلاس به هدف رسیدن به راه حل برای از بین بردن پیامبر اسلام و خنثی کردن دعوت او تشکیل شده بود. از بنی نوفل، شیبه و عتبه
فرزندان ربیعه و ابو سفیان ابن حرب از بنی عبد شمس، نضر ابن حارس از بنی عبدالدار، ابو البختری ابن هشام زمعه ابن اسود و حکیم ابن حزام از بنی اسد، نبیه و منبه از بنی سهم و امیه ابن خلف از بنی جمع. مشرکان مکه چشم دیدن گسترش روز به روز اسلام و مسلمین رو در این شهر نداشتند. هر انسان جدیدی که به دایره اسلام وارد می شد، هر مسلمان تازه‌ای نمکی بود بر زخم سران شرک و کفر مکه مکرمه. به خاطر همین تصمیم گرفتن تا یک فکر اساسی بکنند. در کنار خانه کعبه در دارالندوه که محل نشست سران کفر اون زمان بود، به اصطلاح امروزی تر مجلس شورای اونها بود، با هم جمع شدن تا یک تصمیم کلی بگیرند تا برای همیشه از دست این مشکل، از دست این فرد که احساس می‌کردند تاج و تخت اونها رو داره تهدید میکنه خلاص بشن و راحت بشن. تمام شیطان صفتان مکه کنار هم جمع شدن، بلکه خود شیطان هم در این محفل شرکت کرد. به شکل یک انسانی پیرمرد با وقار و ظاهری آراسته وقتی در محفل حاضر شد، فرعون امت ابوجهل پرسید این کیست؟ گفت من شنیدم شما برای امر مهم اینجا جمع شدید و در جریان هم برای چه امری جمع شدید. از نجد آمدم، اینجا گذر می کردم، خبردار شدم و گفتم با شما مشارکت بکنم در این امر. شاید مشورت من هم برای شما مفید باشه در این راه. به اون هم اجازه دادن. ابلیس هم در این مجلس، در این جلسه شرکت کرد. شیطان و پیروانش همه تصمیم گرفتن تا بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم توطئه بکنن، تصمیم بگیرن، نقشه بکشن. وقتی که جلسه رسمی تر شد، ابوالاسود یکی از سران کفر مکه پیشنهاد داد، گفت او رو از شهر و دیار خودمون خارج میکنیم، اخراجش میکنیم، او رو میرانیم از اینجا، بره هر کجا که میخواد زندگی بکنه، بره و دیگه ما رنگ او رو نبینیم و دست اون راحت میشیم. ابلیس در ظاهر یک انسانی با وقار و فرهیخته و کار کشته پیشنهاد او رو نپذیرفت. گفت نه، این نظر خوبی نیست. شما خودتون میدانید که این شخص چه زبان فصیحی داره، چه بیان گویایی داره، چقدر شیواه و فصیح صحبت میکنه و در هر قومی که وارد بشه یقینا میتونه اونها رو متاثر بکنه، میتونه اونها رو به سمت خودش جذب بکنه، میتونه اونها رو مورد تاثیر خودش قرار بده و بعداً همه اون قوم و طایفه پیروان اون میشن و بعد همه اونها بلند میشن و میان به جنگ با شما. اون وقت چه کار میکنید؟ نفر بعد ابوالبختری ابن هشام، یکی دیگر از سرداران کفر و شرک مکه، پیشنهاد داد که او رو زندانی میکنیم، در غر و زنجیر میبندیم و او رو میاندازیم در زندانی، در گوشه‌ای، تا مانند شاعران دیگری که این گونه یا به سرای میکردن مرگ به سراغش بیاد و از بین بره. ابلیس باز هم نپذیرفت. گفت نه، این رأی هم رأی خوبی نیست. اگر این گونه باش برخورد بکنید، از پشت در همون زندانی که او رو زندانی کردید یارانش با خبر میشن، حمله میکنن به شما و میان و او را آزاد میکنن و تا آخرین لحظه با شما میجنگن، اجازه نمیدن اون در اسارت شما باشه. همه نگاه ها به سمت زیرکترین فرد جمع اونهاست، کسی که به او میگفتن ابوالحکم، کسی که او رو پدر دانش میدانستن، بزرگترین دشمن رسول صلی الله علیه و سلم، ابوجهل. پیشنهاد داد، گفت من نظری دارم که به ذهن هیچ کدوم از شما نرسیده تا به حال و یقین دارم این نظر همون نظر قطعی و نهایی خواهد بود. گفتن بگو ابوجهل. اونها ابوالحکم صداش میکردن، ابوالحکم بگو چیه این نظر؟ گفت جوانانی شجاع و با اصل و نسب خوب از طوایف مختلف پیدا میکنیم و همه جمع بشن، به اونها شمشیرهایی میدیم تا به یک باره به او حمله بکنن و ما رو از شر اون خلاص بکنن. اون وقت بنی عبدمناف طایفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بنی عبدمناف هرگز نمیتونه که به خاطر دیگه یک نفر با تمام طوایف و قبایل
درگیر بشه. این وقت خون اون تقسیم میشه بین طوایف و به دیه راضی میشن، چون نمیتونن هرگز دست به شمشیری ببرن در برابر همه طوایف. شیطان از شنیدن این رأی بسیار خوشحال شد، گفت این همون رأی نهاییه، این همون پیشنهاد قطعیه و بهترین رأی همین صحبتی که این شخص کرد و این میتونه ما رو به نتیجه برسونه. کم کم سعی کردن این خبر بین اونها باقی بمونه و کسی اطلاع پیدا نکنه و آمادگی بگیرن برای اجرای این نقشه شوم، برای اجرای ترور رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه مشرکان قریش در مجلس شورای خود تصمیم بر این گرفتند که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شبیه خون زده در تاریکی های شب ایشان را ترور کنند، جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و سلم در نیمه های روز که اهل مکه از شدت گرما در خانه هایشان پناه گرفته اند و دور از چشمان مشرکان، به خانه ابوبکر صدیق که خداوند او را برای همراهی با پیامبرش در این سفر تاریخ ساز برگزیده بود رفته، برنامه حرکت را با ایشان در میان گذاشتند. بعد از اینکه برنامه هجرت طرح ریزی شد، پیامبر به خانه بازگشت و منتظر شد تا در تاریکی شب هجرتشان را آغاز کنند. از سوی دیگر مشرکان مکه پس از آمادگی کامل در ظلمت شب خانه پیامبر را محاصره کرده منتظر ماندند تا در نیمه های شب که دنیا در خواب فرو می رود به پیامبر حمله کرده ایشان را از پا درآورند. مشگرنه این است که خود به پیک محبوبش چنین فرموده: و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. بعد از این که مشرکین قریش شب با هم نقشه ریختن و نقشه توطئه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو طراحی کردن، صبح سعی کردن تا در رفتار خودشون، در برخورد خودشون با دیگران به گونه‌ای عمل بکنن که کسی از نقشه اونها بو نبره و چیز مشکوکی رو مشاهده نکنه و این نقشه کاملا سری بمونه تا زمان اجرای اون. اما غافل از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط جبرئیل امین علیه السلام از طرف الله متعال مالک عالم، مدبر عالم، از این نقشه مطلع شدند و در جریان قرار گرفتند. جبرئیل امین علیه السلام نازل شد و نقشه کفار و مشرکین رو که قرار بود اون شب اجرا بشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع داد و به ایشان فرمود که الله تعالی به شما اجازه هجرت داده و امشب در خانه خودتون استراحت نکنید و شروع بکنید به هجرت به سمت مدینه منوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام ظهر در گرمای روزهای مکه مکرمه آمدن به دم در خانه ابوبکر صدیق. صدیقه بنت صدیق رضی الله عنها می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داشتن یا ابتدای صبح یا بعد از عصر می آمدن و از ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر می گرفتن یا اگر کار مهمی داشتن بهشون اطلاع می دادن. اون روز وقت ظهر، وقتی که همه استراحت بودن، برای اولین بار آمدن و دم در خانه ما در زدن. پدرم صدیق اکبر رضی الله عنه وقتی که شنید و مطلع شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و پشت درن، فرمودن پدر و مادرم فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم باد، حتما برای امر مهمی آمدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی وارد خانه شدن فرمودن ابوبکر کسانی که دور بر تو هستن از خانه خارج کن. عایشه صدیقه و اسما خواهر بزرگتر عایشه رضی الله عنهما داخل خانه بودند در کنار پدر بزرگوارشون. ابوبکر صدیق فرمود یا رسول الله اینها خانواده خود شما هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رو از نقشه اطلاع داد و به ایشون خبر داد که مشرکین مکه چه نقشه‌ای دارند و اینکه الله تعالی به ایشون اجازه هجرت داده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم
درخواست فرمود تا در این سفر همراه ایشون باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو برای سفر با خودشون آماده کرده بودن، ایشون رو نگه داشته بودن به این امید که الله تعالی اجازه بده تا به همراه ابوبکر صدیق به مدینه منوره سفر کنند، در شرایطی که اکثر صحابه از مکه مکرمه هجرت کرده بودند به مدینه منوره. مادرمان عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند من تا اون روز باور نمی‌کردم کسی از شادی هم گریه بکنه. ابوبکر صدیق وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون اطلاع داد که در این سفر سرنوشت ساز به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهد بود، از شدت شوق اشک می‌ریخت و بعد از اون خطاب رسول صلی الله علیه و سلم فرمود یا رسول الله من 2 شتر از قبل آماده کردم برای این سفر. صدیق اکبر میدونست که اشاره های رسول صلی الله علیه و سلم هنگامی که میخواست از ایشون اجازه بگیره برای سفر برای هجرت به مدینه دلالت بر این داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صدیق رو یار غار خودش رو نگه داشته تا یک روزی با هم به مدینه منوره هجرت بکنند. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب صدیق اکبر فرمودند یا ابوبکر من اینها رو قبول میکنم، یکی از این شترها رو به شرط اینکه قیمت اون رو از من بگیری. رسول الله صلی الله علیه و سلم روی ابوبکر صدیق فرمودند به شرط این قبول میکنم یکی از این سواری ها رو که قیمت اون رو از من بپذیری. ابوبکر صدیق فرمود یا رسول الله هدیه برای شماست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتن در این سفر تمام مخارجی رو که انجام میشه از پیش خودشون پرداخت کنن تا تمام این ثواب و اجر رو به طور کامل دریافت کرده باشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم همزمان نقشه سفر رو ریختن و سعی کردن به امور روزمره‌ای که روزهای گذشته میپرداختن بپردازن تا مشرکین متوجه این نشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نقشه اونها پی بردن و از نقشه شوم اونها اطلاع یافتن. حضرت صلی الله علیه و سلم اون روز برای مهمترین سفر تاریخ بشر آمادگی گرفتن. آنچه در شب هجرت صورت گرفت پیروزی تدبیر الهی بر مکر و توطئه مشرکان بود. مشرکانی که همه نیروی خود را به کار برده بودند تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ترور کنند، در این شب پوزه مکرشان به خاک مالیده شد. آنها جلوی در منتظر بودند تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانهشان در نیمه های شب بیرون آیند و به مسجد الحرام تشریف آورند تا در هنگام خروج ایشان از خانه ایشان را ترور کنند. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خود را برای همچنین ساعاتی آماده ساخته بود. علی را آورده بود تا در بستری ایشان بیارامد و خود در این لحظه های خطرناک از خانه بیرون آمد. جالب اینجاست که مشرکان مکه با وجود همه آن مکر، آن حیله و آن دشمنی ها و کینه‌توزی ها غیرتی داشتند بهتر از غیرت اطلاعاتی ها و مشرکان امروزی. حاضر نبودند به ناهنگام در خانه را بشکنند یا از دیوار خانه به داخل خانه بپرند تا نشاید زنی را در حالتی ببینند که شایسته نیست. غیرت و حفظ ناموس مشرکان عرب در آن روزها بسیار بهتر بود از بیناموسی و بی‌عفتی مشرکان امروزی. در هر حال آنها در انتظار ساعت صفر لحظه شماری می کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه بیرون آمدند و تلاوت می کردند و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خداوند چشمهای مشرکان را از دیدار نور تابان چهره محمد مصطفی محروم نگه داشت. پیامبر از خانه بیرون آمدند، خاک گرفتند، بر سر این خاک به سران نهادند و از آنجا دور شدند. این ابتدای سفر هجرت بود. مشرکان کوردل همچنان
منتظر بیرون آمدن محمدند. محمد مصطفایی که از کنارشان رفت و چشمهای کورشان طاقت دیدار او را نداشت. پیامبر از آنجا دور شد. مشرکی دیگر که از ماجرا بی خبر بود از دور پیامبر را دید که دارد می رود. آمد نزد این سربازان شمشیر به دست و نیزه به دست. گفت شما اینجا چی می خواهید؟ گفتند ما آمده ایم که کار محمد را یکسره کنیم، منتظریم از خانه برآید تا سرش را بزنیم. او با تعجب گفت محمد که از خانه برآمد و از جلوی شما رد شد، روی سر هر یک از شما هم خاک گذاشت. همه دست دادند به سرهایشان، دیدند که بالای سر هر کسی خاکی است، اما باورشان نشد. ما جلوی در هستیم، از کجا میخواهد بروند؟ جرأت کردند از سوراخچه‌ای نگاه کردند، از سوراخ دری نگاه کردند و دیدند که نه، کسی هنوز خوابیده است. گمان کردند رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. تا صبح در انتظار بودند تا اینکه حضرت علی اون برد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را از روی خودشان کشیدند و از خواب بیدار شدند. آنها با دیدن حضرت علی وحشت زده شدند. چه شد؟ محمد کجاست؟ حضرت علی را گرفتند و زدند و گفتند که محمد کجاست؟ ولی حضرت علی، این جوانی که جانش را در کف نهاده بود و در دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین جان نثاری را به نمایش گذاشته بود، به آنها نگاه کرد و گفت نمیدانم. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. اینجا کوه ثور یا جبل ثور است، همان کوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب هجرت به اینجا تشریف آوردند. درست این کوه طرف مقابل یا طرف جنوبی شهر مکه واقع است، نقطه مقابل مدینه. مدینه در شمال مکه واقع است و این کوه در راه یمن که جنوب مکه باشد. الان دوربین به طرف شهر مکه می رود، طرف مقابلی که من هستم روبروی من، و کوه ثور اینجاست. بالای این کوه هم غار ثور قرار دارد. الان ما با هم همراه با شما بینندگان عزیز و گروه فیلمبردار همراه با استاد گرامی استاد فضلالحق سلیمانی از این راه، تنها راهی که ما را به قله کوه میرسونه و راهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یار غارشان حضرت ابوبکر پیمودن، همراه میشیم و میرسیم تا غار ثور. السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك اصطفاك الله تيسير. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه تشریف بردند و بعد از اون به همراه صاحب خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم از پشت خانه پنجره‌ای بود و از اونجا خارج شدند. شاید پشت در اصلی عده‌ای از مشرکین باشن و منتظر به خاطر اینی که متوجه نشن اون مسیر رو انتخاب کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف جهت مسیر مدینه در شمال، مسیر جنوب رو انتخاب کردن تا کمتر مورد دید قرار بگیرن و طبیعتاً وقتی که مشرکین مکه مطلع می شدن از خروج رسول صلی الله علیه و سلم از خانه به سمت شمال می رفتن، یعنی مدینه منوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق در دل شب 5 مایل رو از مکه مکرمه تا این منطقه، یعنی کوه ثور که غار ثور در اون هست، با پای پیاده در فراز و نشیب هایی که در طول مسیر بود حرکت کردند تا به این منطقه برسند. ورحمة
واصطفانا أولسنا خير أمة بعدما تاه الورى جهلا وظلمة. يا حبيب الله يا نور الهدى. سلیمانی جان شما چند سالتونه؟ 29 سال. ماشاءالله ماشاءالله. ببین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی که از اینجا بالا می رفتن 53 سال داشتن. حضرت ابوبکر هم 51 سال و همه این مسیر رو از مکه رو کوه‌ها طی کردن و اومدن در شب تار از اینجا رفتن بالا. البته راه هم اینطور نبود اون وقتا، راهی نبود اصلا، همش سنگای صخره، سنگای تیز. در حال کوه بکری بود اینجا. في دجانا من لنا إلا ضياء السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس در تاریکی های شب سیاه توطئه قریشیان خداوند چشم مشرکان را از دیدن پیامبرش باز داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانه‌شان برآمده نزد ابوبکر رفت. آن دو به طرف جنوب مکه درست در مسیر مخالف یثرب به سوی کوه ثور گام برداشتند. گاهی گمان می برد شاید دشمن در جای کمین گرفته بناگاه به طرف پیامبر تیر پرتاب کند. سینه سپر کرده جلو آن حضرت حرکت می کرد. بناگاه در ذهنش خطور می کرد شاید دشمن در پی آنها باشد و از پشت به پیامبر حمله شود. فوراً خود را به پشت سر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار می داد تا اگر تیر پرتاب شود به کمر او فرو رفته به پیامبر اصابت نکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشاهده این روحیه جانفشانی و فداکاری ابوبکر به ایشان فرمودند: ابوبکر، آیا می‌خواهی اگر مورد پیش آید خودت را برای من به خطر اندازی؟ ابوبکر که بقای دین و استمرار حرکت آن به سوی جهانیان را در این مرحله در زنده ماندن پیامبر خدا میدید و میخواست با فدا کردن جان خود از رسول الله صلی الله علیه و سلم حفاظت کند، گفتند: آره یا رسول الله، سوگند به خدا آرزو دارم هر توطئه و گزند دشمن بر من وارد آید و شما در امان باشید. دو مهاجر تنها در دل تاریکی در میان دره‌های پرپیچ و خم با سرعت بر سنگ‌های خارا و خارهای تیز به سوی غار ثور گام می‌زنند. پس از بالا رفتن از کوهی که غار در بلندای آن قرار داشت، ابوبکر از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خواستند تا لخت صبر کند تا او داخل غار را برای دخول آن جناب آماده سازد، نشاید حشره موذی یا مار و اژدهای در آن خفته باشد. دو یار غار مدت 4 شب و 3 روز از شب جمعه تا یکشنبه شب را در این غار سپری کردند. در طول این مدت همه پهلوانان و بادیه‌نشینان اطراف مکه و سوارکاران چون مور و ملخ در تمامی مسیرهای ورودی و خروجی شهر و در بین دره‌ها و کوه‌ها برای یافتن پیامبر و همراهش به آرزوی به دست آوردن جایزه پراکنده شده بودند. این مدت کافی بود
تا گشت‌های مشرکان را خسته کند و از یافتن پیامبر و یارش ناامید شوند. طی 3 روز هر مسافری میتواند آن مقدار از مسیر را طی کند که یافتن او ناممکن باشد. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. زمان با ساعت 0 قریشیان غافل از این که آقا و سرورم رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسیر پرمشقت به سوی غار ثور در حرکت بود، به خانه آن جناب یورش بردند. در یک آن پرده سبز رنگ یمنی از چهره تابان جوانی که در بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوابیده بود کنار رفت. بله، این رخسار منور چهره زیبای علی، جوان 23 ساله بود. علی آن جوانی که در خانه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چون فرزند ایشان پرورده شده بود، جان خود را در کف نهاده بود و خود را فدا در یک فداکاری بی‌نظیر خود را فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بود. قریشیان مات و مبهوت به دو خیره شدند. محمد کجاست؟ داد زدند. علی جوان مرد، علی شجاع، علی دلیر مرد. گفت اطلاع ندارم. ضرب و شتم علی شروع شد. او را کشان کشان به طرف کعبه بردند، جایی که آن برج از اینجا نمایان است. در آنجا علی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند تا شاید خبر محمد را از زیر زبان او به در آرند. ولی هیهات، این علی است، علی مرتضی. حبي فداك يا رسول الله، هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك، منتهى الخلق جلالا وكمالا، أبلغ الألسن صمتا ومقالا. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق در حال بالا آمدن از کوه ثورن به قصد غار ثور. همزمان اون طرف در کنار کعبه در مکه مکرمه، کنار برجی که مشاهده میکنید، مشرکین از علی رضی الله عنه ناامید شدند و به جوابی نرسیدند. حرکت میکنند به سمت خانه ابوبکر صدیق، یار غار رسول صلی الله علیه و سلم. مشرکین خوب میدونن که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار باشه که کار مهمی رو انجام بده، حتما با ابوبکر مشورت خواهد کرد، حتما با ابوبکر همراه خواهد شد و به سراغ خانه ابوبکر میرن به این امید که بتونن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کنار ابوبکر پیدا کنند. در خانه ابوبکر اسما رضی الله عنها، دختر بزرگوار ابوبکر صدیق، همسر زبیر ابن عوام، در حالی که زبیر برای تجارت به شام رفته در خانه است. خواهر عایشه صدیقه رضی الله عنها در رو باز میکنه. ابو جهل و اطرافیانش خشمگین، نگران، مضطرب، پریشان از اینکه نقشه ای رو که ریخته بودن تا برای همیشه خیال خودشون از رسول صلی الله علیه و سلم راحت کنن به شکست انجامیده. حالا خشمگین، پریشان، نگران، مضطرب پشت در ایستادن و شروع میکنن به سوال جواب کردن. از اسما رضی الله عنها میپرسن پدرت کجاست؟ اسما جواب نمیده، نباید هم جواب بده، زیرا که این نقشه، این برنامه بسیار مهمه، فقط باید در بین خانواده ابوبکر صدیق رضی الله عنه باقی بمونه. ابو جهل دوباره صحبت خودش رو تکرار میکنه. اسما همون صحبت اولی، جواب اولی، نمیدونم. بار سوم ابو جهل وقتی که با جواب نمیدونم اسما روبرو میشه، سیلی محکمی به صورت بانو اسما بنت ابوبکر رضی الله عنهما میزنه، به صورتی که گوشواره ایشون از گوششون میفته و صورتشون خونی میشه. با این وجود تحمل میکنه و جوابی نمیده. ابو جهل بعد از این که این برخورد رو میکنه ناامید میشه و از اونجا برمیگرده. اسما
در خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم مأموریت یافته تا مسئول تدارکات باشه. اسما میدونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدر بزرگوارش اومدن اینجا و از این کوه بالا میرن و به غار ثور برسن. اسما رضی الله عنها مأموریت داره که از مکه مکرمه پای پیاده بیاد اینجا و روزانه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش غذا برسونه. اسما رضی الله عنها هنگامی که از مکه حرکت میکنه 5 مایل اون طرفتر و میاد اینجا و از این کوه بالا میره، همزمان میدونه که اگر قریش خبر بشه یعنی تمام. خبر شدن قریش از این نقشه، از این ماجرا و از این که اسما رضی الله عنها داره برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر میاره و غذا میاره، نه تنها باعث خواهد شد که اون جانش رو از دست بده، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق هم جانشون به خطر میفته. اسما رضی الله عنها این مسیر پرپیچ و خم و پرفراز و نشیب رو در بین این کوهها پای پیاده از اونجا با تمام مشکلات، خطرها و مصائبی که در پیش رو داره پای پیاده حرکت میکنه. میاد اینجا، اسما رو کسی شک نمیکنه که به این سمت بیاد. اسما رو کمتر شک میکنن که این به سمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صدیق اکبر بره، چرا که اسما 7 ماه که حامله است برای فرزندش عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهم اجمعین. کسی باور نمیکنه که اسما بتونه این همه راه رو پیاده بیاد و از این کوه بالا بره و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش غذا ببره. اما اسما خانواده ابوبکر صدیق به طور کامل مأموریت دارند تا مهمترین نقشه زندگی رسول صلی الله علیه و سلم، مهمترین اتفاق دوران زندگی رسول صلی الله علیه و سلم رو رقم بزنن، نقشه رو اجرا بکنن. تاریخ اسلام از این نقطه آغاز میشه. این نقطه اجرایی رو خاندان ابوبکر صدیق رضی الله عنه به مرحله اجرا میگذارند. هنگامی که انسان در این دشت، در این صحرا، در این کوه قدم میزنه و بالا میاد، دوست داره کاش این سنگ ها زبان داشتن و بیان میکردن به ما و میگفتن که اسما چه حالی داشت اون موقعی که این کوه ها رو پشت سر میگذاشت، اون موقعی که عبدالله در شکمش 7 ماهه، شوهرش در سفر، پدر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار، کل خانواده مورد تهدیدن. برای سر رسول صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق هر کدام 100 شتر جایزه گذاشتن، 200 شتر. تمام مردم مکه بسیج شدن، کفار و مشرکین همه بسیج شدن به دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم و سر نخی ازشون میگردن و اومدن و اسما رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن. مورد تعقیبه، میدونه که مورد تعقیبه، میدونه که این سفر چقدر خطر داره. کاش این سنگ ها، این کوه، وقتی که اون لحظه رو مشاهده کردن و در خاطر خودشون سپردن، زبان داشتن تا به ما از اسما میگفتن، تا از بانوی بزرگوار اسلام، از شهامتش، از رشادتش، از فداکاریهاش، از تحمل مشقات و سختی ها میگفتن. کاش زبان داشتن و میپرسیدیم از اونها تا برای ما بیان میکردن که اسما وقتی که از روی شما گذر میکرد، از کنار شما گذر میکرد، چه حالی داشت، چگونه بر شما قدم میگذاشت، با چه دلهره و استرابی از این مسیر طی مسیر میکرد. به فکر عبدالله فرزندش در شکم بود، یا به فکر شوهرش زبیر در سفر، یا به فکر خانوادهش در مکه مکرمه، یا به فکر پدرش و قبل از پدرش رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ثور، یا به فکر مهاجرین که اون طرف در مدینه منوره یا در بین مسیر منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. سلما ونزالا يا نبي الله يا مختاره من خصال الطهر والخير حباها السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك. نقش جوونا خیلی چشمگیره تو این سفر. اگه شما توجه کنید ببینید عبدالله رو ببینید، عبدالله ابن ابوبکر و نقشی که ایفا کرد. قبل از عبدالله علی اون جوون تقریبا چند سال داشت؟ حدود 23 سال بیشتر نداشت. اسما دختر خانومی حدود 20 سال بیشتر که نداشت. خب این هر جو میبینی که جوونا خیلی نقش دارن تو این دعوت اسلام. هر جا که خطر جوونه که جلوست. و یه چیزی باز هم
جلب توجه میکنه وقتی که ما میاییم تو زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم. وقتی رحلت آن جناب میاد، ایشون فرماندهی سپاه اسلام رو میدن به دست اسامه، جوون 17 ساله. انگار که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوان به جوونا و نوجوانا بگن که نشر این دین و رسوندنش به جهان و جهانیان وظیفه شماست. وقلوب الناس بالحب فداك یا رسول الله. جناب شیخ، یک سوالی پیش میاد که خب الله متعال نمیتونستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در یک چشم هم زدن از مکه مکرمه بردارن ببرن مدینه منوره، همون جوری که در شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بردن فلسطین، از اونجا بردن باز به آسمان هفتم. خب چه نیازی بود این همه مقدمه چینی ها، این همه اسباب، این همه برنامه‌ریزی، استفاده از نیروهای مختلف در این کار و خطر انداختن جون خود و اطرافیان؟ چه درسی هست، چه حکمتی هست در این مورد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مشرعن، صاحب دینن. کار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما الگوست. اگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوار بر براق میرفتن به مدینه منوره، امروز من و شما هم اگه میخواستیم یک کاری واسه دین بکنیم منتظر بودیم که براق بیاد و کار ما رو راه بندازه. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همه این سختی ها رو تحمل کرد، همه این برنامه ها، همه این زحمت ها، همه این خطرها رو به جون دل خرید تا ما یاد بگیریم که این راه این دین سختی ها داره، راه این دین تلاش میخواد. همونطور که در یک حدیثی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الجنة حفت بالمکاره، رسیدن به بهشت همش راهش پر از سختی هاست، مشکلات، خارهاست تو راه. باید همه اینا رو تحمل کنیم و باید برای رسیدن به هدف منتظر معجزه و کرامات و اینجور چیزا نباشیم. باید خودمون حرکت کنیم. معجزه این دین در واقع کرامت این راه خود ما هستیم، همت ماست، مردونگی ماست. من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلا كم غريق بين أمواج الحياة كنت يا طه له طوق النجاة فعلى طه سلام وصلاة يا صفي الله يا رحمته بك آمنا إلى. غار ثور در فاصله 4 کیلومتری جهت جنوبی مسجد الحرام قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 748 متر است. غار عبارت است از صخره نسبتاً خالی از داخل به ارتفاع 1.25 متر و دارای 2 دهانه، یکی در جانب غربی آن که نبی رحمت علیه السلام و همراهشان ابوبکر صدیق از آن وارد شده اند و روزنه دیگر در جهت شرقی آن قرار دارد. اینجا قله کوه سور یا جبل سور و این هم غار سور. غار سور عبارت از این تخت سنگ بزرگ، این صخره بزرگی که روی چند تا سنگ بزرگ پایه قرار گرفته. این هم دهانه این غار و این غار از اون ور هم یک دهانه کوچیک خروجی داره، از این طرف یک شکاف کوچیک داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یار غارشون حضرت ابوبکر رضی الله عنه از اینجا وارد شدند و 3 شبانه روز رو در این غار گذروندن. انگار این چند تا سنگ به امر خداوند متعال از قرنهای قرن اینجا منتظر بودند تا پیامبر و یار غارشون رو 3 شبانه روز در آغوش داشته باشند. پیامبر اینجا بودند در آغوش این سنگ ها، خوشا به حال این صخره ها که
شرف دیدار و شرف مهمانداری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یار غارشان حضرت ابوبکر رو 3 شبانه روز بر عهده داشتند. في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك اصطفاك الله تيسيرا ورحمة واصطفانا ولسنا خير أمة بعدما تاه الورى جهلا وظلمة يا حبيب الله يا نور الهدى في دجانا من لنا إلا ضياء السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك منتهى الخلق جلالا وكمالا أبلغ